هموطنان دری زبان، بسیار کتابای خوب برای شما هم انداختیم. وقتی که در وبسایت پشتون لگسی داخل شدین، در بخش ژب پوهنه کلیک بکنین، ژب پوهنه یا زبان شناسی. اینجا شما کلیک بکنین، بسیار کتابای زیبا برای شما انداختیم. بیایید پشتو بیاموزیم. بسیار از زیرو شروع میشه و بالاخره همین رقم پیش میرین. یعنی بسیار سهل میتونین پشتو بیاموزین. این شکل پختو دی فارسی ژبه دی پاره. این بسیار کتاب بسیار عالی و اکادمیک به خاطر پشتوست. یعنی به شکل مسلکی میتونین پشتو را توسط از این کتاب. اینجا کورس یا آموزش زبان پشتو سهل و ساده. دوستان عزیز، 3 جلد است، بسیار آسان. یعنی اگر روز یک ورق بخوانین، در ظرف 6 ماه شما میتونین که پشتو را مکمل صحبت کرده بتانین. این شکل گرامر پشتو که بسیار به شکل اکادمیک تشریح شده، گرامر پشتو را میتونین بیاموزین و درست نویسی زبان پشتو از محمد اسماعیل یونسف نوشته کرده. برای شما در زبان های عزیز 5 دانه کتاب انداختم. شما میتونین خودتان، اولادایتان، بانوهایتان زبان پشتو را بیاموزین تا بتوانین با هموطنان پشتونتان به زبان پشتو هم کلام شوین و صحبت بکنین و مشکلتان حل بکنین. زبان دری و پشتو زبان های ارزشمند و ملی مردم افغانستان هستند و هر کسی که تعصب ندارن اینا دو زبان باید بیاموزن. دیگه شاد و خرم و آباد باشین. با امید موفقیت در زبان. بسیار کتابای خوب برای شما هم انداختیم. وقتی که در وبسایت پشتون لگسی داخل شدین، در بخش ژب پوهنه کلیک بکنین، ژب پوهنه یا زبان شناسی. اینجا شما کلیک بکنین، بسیار کتابای زیبا برای شما انداختیم. بیایید پشتو بیاموزیم. بسیار از زیرو شروع میشه و بالاخره همین رقم پیش میرین. یعنی بسیار سهل میتونین پشتو بیاموزین. این شکل پختو دی فارسی ژبه دی پاره. این بسیار کتاب بسیار عالی و اکادمیک به خاطر پشتوست. یعنی به شکل مسلکی میتونین پشتو را توسط از این کتاب. اینجا کورس یا آموزش زبان پشتو سهل و ساده. دوستان عزیز، 3 جلد است، بسیار آسان. یعنی اگر روز یک ورق بخوانین، در ظرف 6 ماه شما میتونین که پشتو را مکمل صحبت کرده بتانین. این شکل گرامر پشتو که بسیار به شکل اکادمیک تشریح شده، گرامر پشتو را میتونین بیاموزین و درست نویسی زبان پشتو از محمد اسماعیل یونسف نوشته کرده. برای شما در زبان های عزیز 5 دانه کتاب انداختم. شما میتونین خودتان، اولادایتان، بانوهایتان زبان پشتو را بیاموزین تا بتوانین با هموطنان پشتونتان به زبان پشتو هم کلام شوین و صحبت بکنین و مشکلتان حل بکنین. زبان دری و پشتو زبان های ارزشمند و ملی مردم افغانستان هستند و هر کسی که تعصب ندارن اینا دو زبان باید بیاموزن. دیگه شاد و خرم و آباد باشین. با امید موفقیت و پیروزیتان.